نشنیدم نگوید، نفهمیدم نگوید، جشنی صدا آمد. با مقصد ارزگذاری به ایده‌های ملی و احیای معرفی آن در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 شهر خوجند چهاربینی تربیوی معرفتی تحت عنوان جشن صدا ملکی نامدار است برگزار گردید. خوانندگان این مؤسسه تعلیمی با شعر و سرود و گفتارها عاید به تاریخ صدا، حکمت تجلیل آن و هدف احیای این عید نیاگان معلومات مفصل دادند. با برابر آمدن عید صدا آغاز کشت و کار دهقانان را عملاً نشان دادند. تاکید گردید که صدا از زمره جشن‌های ملی ما بوده اساساً به کشاورزان ربط دارد، زیرا مرد دهقان با تجلیل این عید نیاگان و کشت و کار بهاری آمادگی می‌بیند و 6 سال است که در سراسر کشور آن برگزار گردیده می‌شود. صدا با فضیلت‌های نیکش از نزدیک آمدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده می‌رساند. این عید که در عهد قدیم مخصوصاً زمان سامانیان با شکوه و شهامت خاص استقبال گرفته میشد، در دوران صاحب استقلالی رکن و آیین‌های آن از نو احیا گردید و خلق تاجیک آن را با افتخار و سرفرازی تجلیل می‌نمایند. در چهاربینی مأموریت مؤسسه، آموزگاران و نماینده شعبه معارف شهر اشتراک نموده به سطح برگزاری آن بهای بلند دادند. ذکر گردید که چند قبل در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان عید صدا با شکوه تجلیل کرده شد و پیشوای معظم ملت برگزاری چنین جشن‌های عاموی با شکوه را که طی سالهای اخیر در مملکت به حکم عنعنه درآمده است نشانه اتحاد و سرجمعی و جانبداری ساکنان شرفمند از سیاست پیشگرفته راهبری دولت حکومت جمهوری ارزیابی نمودند.